خب اما امروز من راجع به چند نکته میخوام صحبت کنم که اولین اونها مسئله تظاهرات بختیاری ها در تعدادی از شهرهای ایران است که گویا این تظاهرات به خاطر این بوده است که تظاهر کنندگان مدعی شدند که در سریال سرزمین کهن که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می شود به سران مشروطیت، رهبران مشروطیت و ایل بختیاری توهین شده است. این توهین چه بوده است؟ این توهین اون بوده است که در این سریال گفته شده است سردار اسعد بختیاری عامل انگلیس بوده است. خب اجازه بدید ببینیم سردار اسعد بختیاری کی بوده. سردار اسعد بختیاری از اشراف بوده، از فئودال ها، از زمینداران، از گردن کلفتا، از مرتجعینی که میآیند در مقطعی وقتی که میبینن انقلاب مشروطیت رادیکال میشه در اون دخالت میکنن، حالا چه به توصیه کشورهای استعماری چه بنابر منافع طبقاتی خودشان و مسیر انقلاب رو عوض میکنن و انقلاب رو شکست میدن. اگر میخواهید بدانید چرا انقلاب مشروطیت با شکست مواجه شد، چرا انقلاب مشروطیت که با حرکت مردم برای آزادی و دموکراسی و حکومت پارلمانی شروع شد به حکومت اشراف و زمینداران و یک مش مفخر منتهی شد، اگر میخواید این رو بدانید همین سردار اسعدها و عرض کنم سپهدارها و فئودالها و گردن کلفتها که با لباس حمایت از مشروطیت، حمایت از مردم وارد این جنبش شدند و اون رو به بیراهه بردن و به عکس خود تبدیل کردن، اینها باعث شدن. حالا مایه نهایت تأسف است که یک عده که یا چشم به روی تاریخ بستن عمدن یا ناآگاه هستند زیر پرچم سردار اسعدها، زمینداران، گردن کلفتها، مفتخورها، اونهایی که در تاریخ نقش منفی ایفا کردن میآیند در خیابان‌ها تظاهرات میکنن. این واقعا مایه تأسف است. یعنی این افراد هنوز از اونچه که در 57 به سر مردم ایران آمد دست نگرفتن. ما باید یک بار برای همیشه این مسئله رو برای خودمون حل کنیم. این که دنبال هر کس و ناکسی که بر علیه جمهوری اسلامی بلند می شود به خاطر حسابهای شخصی خودش راه نیفتیم و فریب اون رو بخوریم. یک عده یک زمانی دنبال موسوی و کروبی را افتادن و هنوز هم هستن و حالا همین مانده که ما زیر پرچم سردار اسعدها با جمهوری اسلامی بجنگیم. بین سردار اسعدها، محمد رضا شاهها و آیت الله ها و اونهایی که امروز بر ایران حکومت کنن هیچ تفاوتی وجود نداره. این خانها حسابشون با مردم شریف و زحمتکش ایل بختیاری خیلی متفاوته. یعنی تفاوت منافع اینها مثل تفاوت منافع سرمایه‌داران و کارگرانه. سردار اسعد بختیاری هم یکی از خانهای بختیاری بود که وقتی که محمد علی شاه مجلس رو به توپ بست، همونطور که میدانید انقلابیون، مشروطه خواهان واقعی به خصوص در تبریز و در رشت بر علیه محمد علی شاه
قد برافراشتند و طی جنگ‌های جانانه‌ای که به خصوص در تبریز به رهبری علی موسیو و سوسیال دموکرات ها و به همت و فرماندهی کسانی مثل ستارخان و باقرخان بر علیه محمد علی شاه راه انداختند و ارتش اعزامی تهران رو شکست دادند، اینها بعد از این جنگ‌های طولانی راهی تهران شدن، تصمیم گرفتن بیاین تهران رو فتح کنن، بیاین محمد علی شاه رو خلع بکنن. و متاسفانه در اینجا یک عده از افراد ارتجاعی مثل سپهدار اعظم در رشت و سردار اسد بختیاری در اصفهان و مناطق بختیاری که دیدن اگر مجاهدین بیاین و تهران رو فتح کنن اوضاع به زیان اونها می شود، اینها برای انحراف جریان وارد داستان شدن، حالا به توصیه انگلیس ها یا بدون توصیه انگلیس ها، به هر حال به خاطر منافع خودشان، و آمدن در تهران و بعد از اینکه محمد علی شاه خلع شد و تهران تسلیم شد، اینها اولین کاری که کردن همون مجاهدین رو که مشروطه خواهان واقعی بودن، که بسیاری از مردم زحمتکش بین اینها بودن، که اینها جنگیده بودن، که اینها بودن که مشروطیت رو نجات داده بودن. چطور زمانی که تبریز قیام کرد بر علیه محمد علی شاه، سردار اسد بختیاری در پاریس داشت خوشگذرانی میکرد، ولی همین که دید که انقلابیون و مجاهدین دارن کنترل رو به دست میگیرن و راهی تهران شدن، فوری با خانهای دیگر مثل شیخ ازل، این چهره کثیف و ننگین، و بقیه اقوام و پسرعموها و غیره که همه خان و مالک و زمیندار بودن توافق کردند و راهی تهران شدند. و بعد هم همینها مجاهدین رو محاصره کردند، چون قصد خلع سلاح کردن اونها رو کردن. و بعد در همین درگیری ها، چون وقتی که اینها گفتن مجاهدین باید خلع سلاح بشوند، ستارخان و مجاهدین قبول نکردن و در جنگی که رخ داد همینها ستارخان رو به قتل رسوندن. حالا اینها شدن رهبران مشروطیت. واقعا خجالت آوره. و خجالت آور از اون است که یک عده دنبال یک همچین شعارهایی بیفتند و ادعا کنند که به ایل بختیاری توهین شده. اولا ایل بختیاری مثل هر پدیده دیگری در جامعه طبقاتی از دو طبقه تشکیل شده. یکی مردم زحمتکش بختیاری که توسط همین خانها و اربابها استثمار می شدن، خونشون مکیده می شده، و یکی همین اربابها و خانها. اینها هیچ منافع مشترکی ندارن. هرچه که بر سر یکی از اینها بیاید معنای عکسش رو در مورد اون یکی داره. یک خانومی دیروز میگفت به من که ای کاش از طرف ایل بختیاری تق و توقی بشه و رژیم ساقط بشه. منظورش به این تظاهرات بود. گفتم فقط همینمون مونده که حالا یک جنگی بین خانهای بختیاری و سران جنایتکار جمهوری اسلامی درگیر بشه و بعد حکومت آینده هم خانها و زمینداران بختیاری به دست بگیره. فقط همینمون کم مونده. اینها از بی اطلاعی مردم از تاریخ استفاده میکنن. یک مش آدم ارتجاعی، یک مش آدم مالک، یک مش آدمی که خون و وجود و دستگاه و زندگیشون از استثمار زحمتکشان جامعه تأمین می شود
و اون وقت هر زمانی هم که این مردم حرکت بکنن سعی میکنن اونها رو فریب بدن. بنابراین زمینداران، خانها، سردار اسدها، اینها به همون اندازه ارتجاعی و ضد مردمن که سران جمهوری اسلامی، و دعوای بین اینها دعوای بین خودشان است، ربطی به کارگران ندارد. و کسانی هم که در این تظاهرات ها شرکت کرده اند اگر بر علیه جمهوری اسلامی میخواهند مبارزه کنند باید حول شعارهای مترقی عمل بکنند، نه اینکه بیان بگویند به رهبران مشروطه یعنی سردار اسد بختیاری و ایل بختیاری توهین شده است. همینطور گفتم ایل بختیاری از یک تمامیت واحدی برخوردار نیست، مثل هر چیز دیگری اقشار و طبقات متفاوت دارد و ما وقتی که صحبت از ایل بختیاری میکنیم باید حساب مردم زحمتکش و شریف اون رو با افراد استثمارگر و مالکین جدا کنیم. این صحبت رو من بیشتر از این جهت کردم، هم از جهت این که اذهان شما رو روشن کرده باشم، هم از این جهت که ما در همین برنامه کارگران زحمتکش بختیاری رو داریم که گاهی اوقات میآیند روی خط و صحبت میکنن و اگر امروز هم مطلبی داشته باشن با کمال میل گوش میدیم. خب